اگه کانال ما رو دنبال کرده باشی میدونین که من با شرکت ناتینگ فون کلا مشکل دارم و حالا خیلی هیترها هم اومده بودن به من حرف میزدن. الان گوشی جدیدشون اومده CMF فون وان که خیلی ها دارن تبلیغش میکنن، به به و چهچه افتادن دنبالش، میگن گوشی خوبیه، ولی من میگم نیست. حدود 200 یورو قیمتشه، یک میان رده است که چیز خاصی نداره. و چرا این همه تبلیغ میشه؟ ادامه ویدیو بهتون میگم. سلام، من سجاد هستم از کانال آل تیپس. گوشی CMF فون وان اومده از شرکت ناتینگ فون. شرکت ناتینگ فون برای عرضه اولین گوشیش اومد یه گوشی کاملا شبیه با آیفون رو زد، حالا یک مقدار چراغ بهش اضافه کرده بود و LED انداخته بود پشتش. همه اومدن گفتن وای چه طراحی خفنی. قبل از اون 2-3 سال قبل هر برندی می اومد یک گوشی شبیه به آیفون میساخت، بهش میگفتن این داره کپی میزنه آیفون رو، پس ارزش نداره، این کپی کاره. یا مثلا اومد از لحاظ سخت افزار و قدرت یک گوشی میان رده رو به بالا رو ساخت، همه گفتن این بهترین گوشیه. ولی نگفتن که آقا گوشی‌های شیائومی، اوپو، ریلمی، سامسونگ اینا همه پردازنده قوی‌تر، دوربین قوی‌تر، تقریبا هم قیمتشون یکیه. چرا برای اونا این همه به به چهچه نبود؟ دلیلش تبلیغات توی فضای مجازیه. خود CEO این شرکت اومد رفت با یوتیوبرهای خیلی قوی و مطرح، خودش برای معرفی گوشیش رفت نشست، راجع به شرکتش گفت، راجع به گوشیش گفت و اون یوتیوبر خب میبینه که یک CEO اومده کنارش نشسته، میاد از اون گوشی تعریف میکنه. الان این CMF فون وان رو که میبینید یک گوشیه که گفتن آقا قابلیت شخصی سازی روی بدنه رو هم داره. این چه شخصی سازیه؟ اینی که شما میتونید قاب پشت رو عوض کنید و نیاز به گارد نداره این گوشی. بشکنه میتونید برین قاب پشت رو عوض کنید، با 4 تا پیچ گوشتی من پیچا رو باز میکنین و تموم شد. قیمت هر قابش حدود $30. اصلا بگیریم 1,000,000 تومان برای یک گوشی $200 شما حاضرین بیان این قیمت رو بدین فقط قاب پشتش تغییر کنه؟ میتونید با 1,000,000 تومان تو بقیه گوشی 7-8 تا قاب خوشگل بگیرید، هر ماه عوضش کنید. یا اکسسوریایی که داره، یک استند، خب خیلی از گاردها هست که اون استند رو هم داره. یا یکی دیگه مثل مگنت باعث میشه شما بتونید یه سری کیف پول رو بزنید که داخل 3-4 تا کارت بیشتر جا نمیگیره، که این هم باز چیز جالبی نیست یا خیلی خفن نیست. یعنی که بتونید با بند این گوشی رو توی دستتون داشته باشین. حالا نمیدونم به چی میخواین آویزونش کنین. خیلی گفتن ماژولار و میتونه تعمیر پذیر باشه. البته طبق باز کردنش دیدن که باتریناش هم به راحتی باز نمیشه، پس این قسمت تعمیر پذیریش باز هم نیاز به یک متخصص داره. ممکنه در جاهایی که این پیچ ها رو گذاشتن اکسسوری های دیگه در آینده براش تولید بشه، مثل لنز هایی که روی بقیه گوشی باید با حالت کلیپسی وصل شد، یک سری لنز مخصوص بیاد برای دوربینش. اسم دوربین رو که آوردم، این گوشی 2 تا دوربین پشتشه که در اصل یکیش کار میکنه، یعنی یکیش دوربین اصلیه، اون یکی عمق سنجه. پس در نتیجه شما دوربین تله و اولترا واید رو از دست میدین روی این گوشی. به غیر از نکات منفی که تا الان گفتم، یه سری نکات مثبت رو هم داره. یکی از نکات مثبتش نمایشگرش هست. یک نمایشگر 6.67 اینچی OLED 120 هرتزی که تراکم پیکسل خوبی رو داره، کیفیت رنگ و کانتراستش خیلی خوب هست و تصاویر خیلی زیبایی رو به شما نمایش میده. توی تبلیغش گفته که بیشینه روشناییش تا 2000 نیت میره، که توی تست ها دیدن در حالت منوال تا 700 نیت میره، در حالت اتومات تا 1200 نیت میره و اون 2000 رو توی تست خیلی سنگین شرکتی میشه سنجید. یعنی در هر صورت میشه جلوی نور خورشید آفتاب ازش استفاده کرد. پردازنده این گوشی دایمنسیتی 7300 هست که طبق آمار روی کاغذ از مدیاتک دایمنسیتی 7200 ضعیف‌تر. حالا دلیلش مشخص نیست، ولی یک پردازنده میان رده رو به پایین تقریبا. از اسنپ دراگون 7 نسل 2 و 3 ضعیف‌تره. میتونید باهاش بازی کنید، بازی‌های سنگین رو نمیتونید بازی کنید در حالتی که روی گرافیک های باشه، مدیوم میشه. بر روی این پردازنده هم خنک کننده مایع رو دارید که باعث میشه این پردازنده خنک بشه و بتونید مدت زمان بیشتری بازی کنید یا ازش کار بکشید. این گوشی اسپیکرش استریو نیست، مونو، یک خروجی در پایین داره. کیفیت صداش بد نیست، ولی خب اعصابتون رو خورد میکنه که فقط از یک طرف صدا خروج پیدا میکنه.
از لحاظ باتری هم این گوشی یک باتری 5000 میلی آمپری رو داره که سرعت شارژش هم 33 واته. توی نیم ساعت تا حدود 50% شارژ میشه، توی یک ساعت به صورت کامل شارژ میشه. نگهداری باتریش خوبه به دلیل اینی که یک نمایشگر اولد داره و تم اصلی این گوشی به دلیل اون رابط کاربری ناتینگ حالت مشکی و سفیدی که داره باعث میشه باتری کمتر مصرف بشه و دوام بیشتری رو برای شما داره. در ضمن چون پردازندش هم چندان قوی نیست باتری بیشتر براتون میمونه دیگه. یکی از ضعف‌های دیگه این گوشی که بقیه خیلی بهش نپرداختن، یعنی همینجوری گفتن و رد شدن، اینه که این گوشی 2 سال آپدیت اندروید میگیره، 3 سال آپدیت سکیوریتی. خیلی از برندها مثل سامسونگ، شیائومی اینا دیگه بردن بالای 2 سال، 3 سال و 4 سالن آپدیت اندروید، چون برای کاربر خیلی مهمه که بروز باشه سیستم عاملش و اینی که 2 ساله خب توی سال 2024 ضعف حساب میاد. برگردیم برسیم به دوربین. دوباره دوربین اصلی 50 مگاپیکسلی با سنسور سونی هست، دوربین سلفی هم 16 مگاپیکسله. در حالت عادی 12.5 مگاپیکسل دوربین عکاسی میکنه که با حالت پیکسل بینینگ به 50 مگاپیکسل میرسه. عکاسی توی روز با همه گوشی‌ها خوبه، با این گوشی هم خوبه. حالا یک مقدار چون سنسورش خوب هست میشه گفت از بقیه همسطح‌های خودش شاید بهتر باشه توی شب و توی روز، یک مقدار خیلی کم که بخواین حساس باشین. ولی چون دوربین اولترا واید و تلفوتو رو نداره خیلی ضعف توی این گوشی با این قیمت به حساب میاد. شما اگه بخواین یک عکس زوم شده رو داشته باشین باید به صورت دیجیتال زوم کنید، پس کیفیت عکستون میاد پایین. و دوربین اولترا واید هم ندارین، عریض نمیتونید عکاسی کنید و باید خودتون عقب جلو کنید کلا. اون دوربین دوم هم برای سنجش عمقه که بتونه عکس پورتره بگیرید که عملکردش چندان جالب نیست. خیلی وقتا نمیتونه خوب سوژه رو جدا کنه و نشون میده که وجودش چندان کارایی نداره و میشد با یک هوش مصنوعی به حالت نرم افزاری این رو توی دوربین اصلی هم به کار برد. در ضمن توی ایران الان که من این ویدیو رو دارم میسازم حدود 22 میلیون تومان قیمت این گوشیه. شما با 22 میلیون تومان خیلی آپشن زیادی برای خرید دارید، پس در نتیجه گول تبلیغات فضای مجازی رو نخورید. اگه میبینید من این گوشی رو ندارم، این ویدیو ساخته شده یه ساعت‌ها تحقیق، دیدن ویدیوهای مختلف، خوندن مقالات مختلف راجع به این گوشیه و با یه خورده فکر هم میشه رسید که گوشی که تبلیغات فیزیکی نداره مثل شیائومی میاد هزینه کم با سخت افزار قوی رو میده. این گوشی تبلیغات فیزیکی رو نداره، اومده نشسته با فضای مجازی داره تبلیغ میکنه، یعنی هزینه‌ای نمیکنه تقریبا، فقط گوشی رو تحویل میده به چند نفر و میاد با بولد کردن یک سری رنگ، یک سری تم و نمیدونم نشستن با این یوتیوبر و اون یکی یوتیوبر و این روزنامه نگار و اینا این گوشی رو بولد میکنه که شما حساس بشین برای خریدنش. حالا شما توی کامنت برای من بنویسید چند تا گوشی پیدا میکنید این حدود قیمت باشه و در همین سطح باشه، بالاتر نباشه. میتونین پیدا کنین برای من زیر بنویسین. من خودم به شخصه میرم گوشی سری پیکسل A رو میگیرم، 2 نسل قبل 6A رو میگیرم، دوربین خیلی بهتر داره، نرم افزارش هم خب گوگل بیشتر از این گوشی هم آپدیت نرم افزاری میگیره، صفحه نمایشش بهتره و به نظر من اون گوشی خیلی ارزش خرید داره تا این گوشی. شما هم نظرتون رو برای من راجع به این گوشی بنویسید. مرسی که همراه من بودید. حال کردید با تخریب این گوشی یه لایک بزنید، حال نکردید هم نظرتون رو بنویسید.